خب در این قسمت از درسمون به یک گزینه بسیار مهمی به نام کامپوننت که اجزای مختلفی داره میپردازیم. من اول در حال حاضر یک باکس اجازه بدیم من بکشم. F4 رو میزنم که سگمنتاش دیده بهشه، بهش 4 میدم. خب همینجور که مشاهده میفرمایید این 4 تا سگمنت داره. کانورتش میکنم به ادیتبل پولی، پولیگان ها رو انتخاب میکنم، کنترل رو میگیرم 1 و 2 و 3 و 4 اینو دیلیت میکنم. میام از بالا هم همین کار رو دوباره تکرار میکنم، اینم دیلیت میکنم. چرا این کار رو من میکنم؟ میخوام بوردر داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی وقتی انتخابش میکنم نگاه کن این بوردرها رو اینجا من لازم دارم برای کانکت کردن دو شی است. خب حالا من میام شیفتم رو میگیرم، کپی نمی کنم، مرور بر مبنای X میکنم، کپی بر مبنای X اینو میذارم اینجا. حالا هر جفتش رو انتخاب میکنم، کپی بر مبنای Y بگیرم میره بالا. حالا ببین نداره باز میارمش پایین. کپی بر مبنای Y بگیرم هر دوتاشو کپی، اوکی این دوتا میاد بالا. پایین ما بوردر نداریم پس مجبورم اینو روتیت کنم یا اینکه دیلیت کنم سگمنتاش. حالا کانکتشو این صورت نزدیکترش هم بکنم. خب کجه باش اینجا ما 4 تا گزینه داریم که دارای چی هستن؟ ادیتبل پولی های هستن که دارای بوردر هستن. این بوردرها رو توجه کنین، این داره بهتون نشون میده که بوردرها کجا روشن میشن. خب میام از این گزینه وارد کامپوننت آبجکت میشم. این کامپوننت آبجکت بحث خیلی زیباییه، خیلی چیزا جالبی داره، ولی خب یه مقدارم باگ داره، بعضی وقتا خوب کار نمیکنه. کانکت رو میزنم، پیک اپرند رو میزنم، این رو این کلیک میکنم. ببینید به راحتی چیز کرد، به راحتی اومد این دوتا رو به هم کانکت کرد. میتونم اینجا سگمنت ها رو زیاد کنم، اسموستر میشه. اینم تنشنش رو بزرگ کوچیکش رو تنظیم میکنه. خب حالا ما اینجا دوباره تو کامپوننت آبجکت هستیم، اینو بزنیم چی میشه، اینو بزنیم چی میشه، به هم کانکت شد. خب حالا ما میتونیم یه مش اسموس هم بهش بدیم. اگر یه مش اسموس به کلش بدیم، مودیفایر مش اسموس بفرمایید F4 رو خاموش میکنم. ببینید چه شکل زیبایی تونستم توسط گزینه کانکت ایجاد کنم. تمرین کنید، راحته. با تمرین میتونید راحت این جسم رو بسازید. از گزینه کامپوننت آبجکت وقتی در حالت استاندارد پرمیتیو اولش نشون داده شد در اینجا هستش. خب ما الان تو محیط مکس 2012 هستیم و میخوایم به جسممون رنگ، متریال، مپ و تکسچر بدیم. در اولین قدم همینجور که میدید الان در محیط دیفولت هستم. برین گزینه کاستومایز، کاستم یو آی دیفالت سویچر رو کلیک کنید. از اینجا روی 2009 تنظیمش کنید، 3 تا بزنید. اوکی میبینید که رنگ عوض میشه و محیط برای هم نمایش هم کار راحت تر میشه در حالت مپ. خب اگر دکمه M رو بزنید، اسلات ادیتور جدیدی که ساختم به این حالت هست. ما برای مبتدی در حالت قدیم کار میکنیم، برای رفتن به حالت قدیم کامپکت متریال ادیتور رو بزنید، یعنی که به این شکل کارمون در بیاد. بکشم
همینجور که میدونید برای عوض شدن رنگ اگر در حالت انتخاب باشه شما هر کدوم از اینا رو که بزنید اون به همون رنگ در میاد. در حالت اتوکد هم دارین که خیلی رنگ ها قوی‌تر و بشاشتر به نظر میرسه. و دیگه اد کاستم کالر هم که از اینجا میتونید با عوض کردن این رنگ های خاص خودش رو به جسم بدید. فقط یک تک رنگ ساده. اد کالر اومد اینجا الان، چیزی که الان اینجا انتخاب کرده بودم به صورت دیفولت اینجا اومد که بعدها بتونید ازش استفاده کنید. چیزی نیست، این زیاد مهم نیست چون هیچ کس از این معمولا استفاده ای نمیکنه. بیایم سراغ اسلات ادیتورمون ببینیم که اسلات ادیتورها چجور کار میکنن. اول از همه ما به اینها میگن اسلات، به هر کدوم از اینا. برای که تعدادش کم و زیاد بشه شما میتونید از گزینه آپشن سایکلش رو بزنید، به این صورت کوچیکترش بکنید که بتونید همه رو ببینید. اگه روش کلیک کنید بزرگ میشه به این صورت. اگه این بغلی رو بزنید گرد هست، به صورت مستطیل استوانه در میاد، به صورت مربع در میاد که بتونین کار خودتون رو در این حالت ببینید. فعلا من تو همون محیط گردش میرم. برای شروع از این دو گزینه با هم دیگه شروع کنیم. و دیفیوز، شما از امبینت هر رنگی که میخواین میتونید انتخاب کنید. امبینت و دیفیوز میتونه با هم قلف باشه، میتونه نباشه. اینجا میگه لاک میزنید یک، زیاد فرقی نمیکنه. شما رنگ دلخواه خودتون رو میتونید پیدا کنید. رد یک شماره داره، گرین بلو محیط RGB هست، یعنی شما اینجا شماره مخصوص هست برای ردش، گرینش و بلوش. مثلا 108 91 223 این رنگ رو میسازه. و هیو، سچوریشن، ولیو، اینا شماره‌ای هست که با تعویض اینها میتونید در رنگ تغییراتی ایجاد کنید. میبینید همزمان در اسلات هم داره رنگم عوض میشه. میتونید این شماره ها رو داشته باشید، یادداشت کنید که دفعه بعد همون رنگ رو دقیقاً به جسم مورد نظرتون بتونید. در هر صورت وقتی اینجا به نتیجه کافی رسیدید، تونستید تو رنگ های خودتون این هم میتونید بگیرید تکون بدین تا به رنگ مورد نظر و دلخواهتون برسید. به این صورت. حالا من روی این رنگ اوکی میکنم. چیکار کنیم که این رنگ انتساب پیدا کنه به جسممون؟ کافی فقط assign material to the selection، یعنی این منطقه رو در صورت که جسمتون انتخاب باشه بزنید. show shaded material in viewport هم نتیجه ماحصل آخر کار رو به شما نشون میده. یعنی اول رنگتون رو از این انتخاب میکنید، مثلا الان من قرمز میکنم از اینجا، چون یه بار انتصاب داده شده دیگه خودش میاد. حالا مثلا من اینو آبیش میکنم، اوکی میکنم، از اینجا من انتصاب. گزینه نمایش آخر کارشم این گزینه هست. خب شما یه نور اینجا یک نور میبینید که به جسمتون تابیده شده. این قابل تغییر هست، میتونید سبزش بکنید. اسپکتکولارش فرق میکنه. حالا در قسمت اسپکتکولار میگم نگاه کنید. حالا میگم این اسپکتکولار چی هست. معمولا اسپکتکولار رو زرد یا سفید میذارن چون محیط زرد و سفید هست. دیگه اون مسئله انتخاب خودتون داره. من با همون سفید برگشتم. خب تا اینجا یاد گرفتیم که این ambient diffuse اسپکتکولار یعنی چی.
خب حالا بیایم ببینیم، بریم سراغ گزینه اسپکتکولار. اسپکتکولار منظور اون نوریه که معمولاً به جسم میتابه و یک حاله ای از اون رو در روی جسم دیده میشه. آپشن هاشه که لول اسپکتکولار هست. میبینید الان این نور دقیق اومد پاشید روی جسم. اجازه بدید من اینو یه ذره چیزشو زیاد کنم، سگمنت های جسم رو زیاد کنم. یه رندر از این بگیرم. توجه کنید، میبینید این نوری که اینجا هست منظورم هست. این نور میتونه پهن بشه، میشه باریک بشه به این صورت. میتونید اینجا مشاهدهش کنید. نقشش اینه. این میتونه سافتش کنه، نرمش کنه یه مقدار نوره رو. توجه به قسمت کنید، مثلا اینجا بکنید که من با تغییر این دکمه دارم اینو عوض میکنم. این شدتش رو میبره بالا، اینم حجم کلیشو کم و زیاد میکنه. مثلا به این نتیجه رسیدید. اینجا هم خود به خود انتساب پیدا میکنه به جسم مورد نظرتون. گزینه بسیار زیباییه. من یه سیلندر بدم اینجا بکشم. اینو انتساب بدم به جسم مورد نظر، چون انتخاب هست که قرمز رو انتساب بدم. قرمز اسپکتکولار نداره، باید اسپکتکولار بهش بدیم. نگاه کنید چه قشنگ شکل گرفت. باریکش که بکنیم خیلی باریک شد. خواهم نور اون درجهش هم که توسط این زیادش بکنیم. حتی میتونید به شدت نور قوی کنید روی جسم مورد نظرتون بذارید به این شکل که کارتون اسپکتکولار پیدا کنه. یعنی یه نور داره بهش میتابه به جسم مورد نظرتون. بستگی هم داره از چه زاویه‌ای نگاه کنید، چون به طور دیفولت یک نوری که شما نمیبینید داره میپاشه به جسم مورد نظر که میتونید رنگش رو عوض کنید. مثلا رنگش رو بکنید آبی. میبینید نوری که داره میپاشه تقریبا آبی هست. دیگه باید درجاتش رو تنظیم کنید. درجاتی که اینو مشخص میکنه اینجا خوب مشخص میشه. اون نور امبینت اسپکتکولارتون. خب بیایم برگردیم به این قسمت بالا و اینکه این قسمت پایین نور پایینی رو بر میداره و میذاره. این میاد یه سری شطرنجی ترانسپرنسی رو دور کارتون قرار میده. این خیلی مفید هست وقتی که شما میخواین شیشه بسازید، میخواید ببینید اون ور کارتون چی میشه، یعنی میزان وضوح شیشه چقدر هست. به طور مثال من الان میام این اوپاسیتی این رو کم میکنم. اوپاسیتی به میزان وضوح گفته میشه. داره اون ور کار رو به من نشون میده. حالا اگه همین رو به جسم انتقال بدم، میبینید اون ور جسم داره دیده میشه. من قوری رو ببرم بذارم، سلکت آبجکت کنم، نگاه کنید اون قوری داره اون ور جسم دیده میشه. یه رندر بگیرم بهتر دیده بشه داستان چیه. میبینید اون ور رو داره نشون به ما میده. پس اوپاسیتی منظور وضوح جسمه که میتونه از 0 که اصلا دیده نمیشه دیگه تا 100 که کاملا وضوح داره به نمایش در بیاد. خب بیایم ببینیم elimination چی هست. یعنی این گزینه self elimination.
من اینجا یه رنگ دیگر رو انتخاب کنم، مثلا یه رنگ زرد انتخاب کنم اینجا. ما اینجا رنگ زرد داریم. میخوایم ببینیم سلف الیمینیشن چجوری کار میکنه. تیکو که بذارید اینجا از رنگ میتونید استفاده کنید. تیک هم که نذارید از این شماره این میتونید استفاده کنید. چه رنگ بالا چه رنگ پایین. اینو انتصاب میدیم به جسم انتخابی. جسم انتخابیمون اینو لامپ روشن میشه. میبینید؟ این که لامپش روشن کردن. حتی این رو من میتونم همون رنگ رو اوپاسیتیش رو زیاد کنم. ببینید دوتا الان ایلومینیشنش رفت بالا. انگار دارن نور از توش میتابه بیرون. این به علتی که اسپکتکولار داشته این شکلی دیده میشه. این اسپکتکولار نداره، محیطش تقریبا دو بعدی دیده میشه. اگه به این هم ما اسپکتکولار بدیم این هم حالت سه بعدی پیدا میکنه. ببینید نور باعث دید سه بعدیش میشه. خب اینم از اینجا. از اینجا میتونید حتی بیت مپ بهش بدید، یعنی که یک عکس بیارید که بهش بدید. البته هنوز زود وارد اون قسمت بشیم، فعلا ما قسمت رنگ ها رو داریم کار میکنیم چطور رنگ بهش بدیم. خب گزینه ای که بیایم در این گزینه وایر انتخاب میکنم. اسلاتی که داریم و اگه وایر کنید بزنید جسم رو به این شکل نشون میده. یعنی بر اساس سگمنت هایی که داره جسم رو نشون میده. جسم تبدیل اون سگمنت های سازنده به وایر تنظیم میشه. پشت جسم دیده نمیشه. الان من اینو میام سگمنت هاشو کم میکنم یکم. خب حالا اینو انتصاب میدم به قوری. نگاه کنید قوری حالت وایر گرفت دیگه. رندرش این میشه. هر جسمی همینطور هست. میتونید به راحتی قفس بسازید با یه باکس. خیلی راحت. خب این در حالت وایر بود. اگر مثلا شما یه پلین بکشید به طور معمول، الان من این زرد رو قرمز انتصاب میدم به این جسم مورد نظر. به طور معمول پشت جسم خاکستریه، چون پلین از دو بخش تقسیم میشه. بعضی از اجسام اینطوری هستن. تو سایدتون رو فعال کنید، هر دو بر دیده میشه. اگر هم نخواستید خواستید فقط یک بر دیده بشه رنگش، که میتونید تیکش رو بردارید. این دو تا گزینه بعدی هم چیز زیاد مهم نیست که بخوان کارایی داشته باشه. خب تقریبا میشه گفت یه مقدار از این بالا تا اینجاها رو توضیح دادم و این قسمت های مهمی که مربوط به اینجا میشد. خب در قسمت متریال ها یه بخشی هست به نام آلفا چنل. خیلی چیز مهم و قشنگیه. من در اول کار میام یه پلین میکشم اینجا. یه پلین منه. جی رو میزنم که برتش. اینو میچرخونم به این صورت. تنظیمش میکنم. خب این آماده کاره اممو میزنم. یه اسلات بذارین دیلیت کنم. دیلیت کردم. یه اسلات خالی پیدا میکنم. میام از اینجا بیت مپ یک درخت رو بهش میدم. بکمو میزنم از اینجا که برم تو حالت متریالم. اساین میکنم. خب یه درخت. اگر ما رندر از این درخت بخوایم بگیریم به این شکل در میاد.
یعنی اگر پشتش چند تا جسم داشته باشیم همه اونها چی میشه؟ دیده میشه. شیفت رو من نگه میدارم، کپی ستا رو میزنم و اوکی. پس ما اینجا الان 4 تا درخت داریم، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی هم اینجا. من از این یک رندر میگیرم. این رندر یعنی که هیچ چیز خاصی نداره، اما میخوام توجهتون رو به یک گزینه‌ای به نام آلفا چنل جلب کنم که در فایل تیف هست. من در فتوشاپم میام اون فایل درخته رو میارمش. اگر وارد قسمت چنل ها در این گوشه بشید، در این قسمت بهش میگن چنل، تو فرمت تو فرمت تیف چنین چیزی معمولا موجود است. اگر نبود دیگه خودتون باید کات کنید بسازید. خب این فرمتمون هست. چنل، دیلیت چنل، دیلیت چنل. خب اینجا ما یه چنل داریم به این شکل. پروزه رو بزنم به این صورت یک چنل اینجا داریم. حالا یه فایلی باید به اندازه همین بسازیم. خب ما اون فایل تیفمون رو میاریم. در فایل تیف در این گوشه اگر نگاه کنید اینجا یک چنل هست. در چنلش یه فایلی هست به نام آلفا. اگر نبود باید خودتون دستی بسازید. ایمیج سایز ازش بگیریم ببینید چنده. 1815 در 2000 در 3000. یه فایل الان من میسازم، فایل نیو. این 4000 در 4000 هست. خب این از اینجا میگیرم و انتخابش میکنم، درگش در فایل آلفا درگش میکنم اینطور. نگاه کنید دیگه همه میشه آلفا، دیگه کاری به اصلیه نداریم. اینجا همه میشه آلفا که میتونید سیوش کنید از آلفاش کنید. در هر صورت اگر در حالت قبل سیو میکردین خود درخت سیو میشد، به این صورت سیو نمیشد. فایل سیو از میزنم 555 6 تا 5 بهش میدم شما یادم باشه. اوکی. خب حالا بریم تو محیط مکسیموم. در اون جایی که شما درختتون رو دادین در قسمت اوپاسیتی وارد شین، بیت مپ، این قسمت آلفا رو وارد کنید. نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. دیگه شما میتونید پشت درختاتون هم ببینید. خیلی گزینه پر استفاده است. هر کس هم زیاد از این آلفا خبر نداره که میشه به این شکل زیبا پشت کار رو خالی کرد. اگر من آلفا رو بردارم شما اینجا 4 تا پلین پشت سر هم میبینید، ولی اینجا نه. 4 تا درخت به صورت طبیعی از نمای جلو خوب دیده میشه. خیلی جاها این به درد میخوره به عنوان درخت تو کاراتون برای سبک بودن کار بذارید وقتی میخواهید خونه بسازید. خب این هم از فایل آلفا. خب در این قسمت میخوام یک گزینه بسیار مهمی به نام بامپ رو برای شما توضیح بدم. خدمتتون عرض کنم که اول اجازه بدید یه پلین اینجا من بکشم، رنگش هم خاکستری بذارم که این بهتر دیده بشه. جی رو میزنم این بسته بشه. یه باکس میذارم
به این صورت اینجا M رو میزنم. حالا توجه کنید به دو تا عکس. این مپی هست که میخوام بدم به این بیت مپی هست که میخوام بدم به جسم مورد نظرم و اینو بهش میگن بامپ، یعنی همون سیاه‌سفید شده شو یه ذره با کنتراست بالاتر که برجستگی ها رو بهتر نشون بده. حالا بریم تو مکس. خب در اینجا من میام از اینجا همون بیت مپ رو به روش معمول بهش میدم. اوپن، برمیگردم میدم به جسمم و شورم میزنم. خب اینجا یه بیت مپ من بیت مپ هم دارم توی. خب در اینجا شو سیف فریم رو بزنیم. خب یه رندر از این من میگیرم. اگر روی این عکس دوتا آدم یک کلیک بکنید یه کپی براتون میگیره. میذاریمش اینو کنار. میخوام برای مقایسه باشه. خب این مپی بود که الان من دادم. توجه کنید بیت مپی بود که دادم. اینجا یه گزینه مپ وجود داره. در اینجا یه گزینه بامپ هست. در اینجا تیکش رو فعال کنید. از اینجا اون بیت مپ سیاه و سفیده رو اینو اوپن کنید. باز برگردید که برید تو خود مپ، درجهش رو بریم بالا. حالا من زیاد میبرم بالا، ممکنه کمتر از این حرفا مورد نیاز. 300 درجه بامپ دادم بهش. حالا رندر میگیرم. حالا توجه کنید به تفاوت هر دوتاش. پس ببینید بامپ میاد با توجه به اون رنگ ها و اون خطای سیاه‌سفید ایجاد عمق میکنه روی کار اگر درجه درستی بهش بدید. یکی دیگه بفرمایید. نگاه کنین ایجاد بافت کرد. حتی اگر من اینو زیادترش هم بکنم امکان پذیر هست. رفتم با 700 ببینیم چی میشه. به دیوارمون یک نوع ایجاد عمق داد. دیگه احتیاج نیست شما ورتکس بسازید و بخواین به اون نویز بدید و این چیزا. به این صورت شما میتونید مپ و کامل و راحت بامپ رو به جسم مورد نظرتون بدید.